من باید از فاصله 50 بلاکه، 70 بلاکه و 100 بلاکه با اسلایم، با کتاب و تخت کلاچ کنم و اگه حتی یکیشو ببازم مجبورم اسم واقعیمو لو بدم. خب اوکی، اولی با واکت آبه، اصلا خوراک من کلاچ با واکت آبه. بنازم گفتم اصلا این کلاچ ها ایزی هم برا من. خب دومی کلاچ با اسلایمه. اوه خیلی استرس دارم، یکم ارتفاعش بیشتره. بسم الله بسم الله. بنازم. خب این کلاچ هم با موفقیت انجام شد. خب اوکی، سومین کلاچ با تخته، ولی قبلش قول بده که ویدیو رو لایک کنی و چنل منم سابسکرایب کنی. وای حاجی این ارتفاعش خیلی زیاده. وای میتونم. وای من تختو گذاشتم، ای خدا. خب من باختم و الان باید به قولم عمل کنم و اسم واقعیمو لو بدم، ولی قبلش تو قول بده که ویدیو رو لایک کنی و چنل منم سابسکرایب کنی. و اسم واقعی من هست